پاورقی دوشنبه 22 تیر 1405 رو تقدیمتون میکنیم. با یه عرض تسلیت شروع کنیم به همه براندازا، همه بیوطنا، همه جنگ طلبا، همه کسایی که واسه کشورشون، واسه هموطناشون ویرانی و مصیبت میخواستن و دوست داشتن به خاطر درگذشت عموشون، یکی از وحشی ترین عموهاشون، درنده ترین عموهاشون، خونخوارترین عموهاشون که راست میشست این ور اونور صحبت میکرد، میگفتش که ما همونطور که توکیو رو با خاک یکسان کردیم، برلین رو با خاک یکسان کردیم، اونجا رو جنایت کردیم، اونجا رو نابود کردیم، ایران هم باید همین کار رو بکنیم. بعد اینا واسش دست میزدن، هورا میکشیدن، قربون قد و بالای عموشون میرفتن. بالاخره لینسی گراهام مرد، ایشالله که با شمر و خولی و یزید و همه جنایتکارای تاریخ محشور بشه. شما هم اگر قابل هدایت نیستید، یک ذره احتمال هدایت هم درتون نیست که برگردید به آغوش هموطناتون، به مسیر انسانیت. شما هم انشالله به اون بپیوندید، با اون محشور بشید.